اولیش اینه که هندیا از جارو برقی استفاده نمی‌کنن و یه وسیله لاکچری به حساب میاد. به جاش از جارو دستی استفاده میکنن یا کارگر دارن چون نیروی کار توی هند ارزونه. توی ایران همه خونه جارو برقی پیدا میشه. دومیش اینه که هندیا کمپینگ و پیکنیک خیلی کم دارن. یعنی خیلی کم پیش میاد که شما برید هند و ببینیم که مثل ما الان کسی اومده طبیعت گردی و پیکنیک و کمپینگ. توی ایران خیلی مردم کمپینگ میکنن ولی ربطی طبیعت نگاه میکنه، چادر میذاره، بازی میکنه، کباب میخوره، چای میخوره. یعنی چی میخوام شما بگو؟ سومیش پذیرایی هندیاست که وقتی میری خونشون فقط با چای پذیراییتون میکنن، اونم چای هندی. ایرانیا ربطی خونه همه پر میکنه، نیمه پر میکنه، چای پر میکنه، شیرینی پر میکنه. نیا کن چوگال شدم. بفرما.